قضیه لو رفتن تولد علی شادمان چی بوده؟ میگن که علی شادمان توی پشت صحنه یکی از فیلماش داشته با یکی از بازیگرای خانوم اون سریال لاف میترکونده. از قضا این خانوم یه نامزد داشته و نامزدش هم یکی از تاجرای بزرگ ایرانه. میگن نامزدش یکی رو به پا گذاشته بوده تا حواسش به خانومش باشه. اون یه نفر که قضیه رو میبینه به نامزد اون خانوم خبر میده و اون تاجر میگه که علی شادمان رو با تیر بزنن. علی شادمان اسلحه طرف رو که میبینه سریع فرار میکنه و به کارگردان میگه که من دیگه توی اون سریال بازی نمیکنم. نه، از اونجا که توی این فیلم یه مبلغ سنگین گرفته بوده، تهیه کننده سریال باهاش به مشکل میخوره و موضوع تولدش رو اینجوری لو میده. حالا اینا رو کی گفته باشه خوبه؟ خبرگزاری فارس این فیلم هندی رو سرهم کرده. بچه‌ها پروژه خراب کردن سلبریتی ها چند وقتی شروع شده، لطفاً هر خبری رو باور نکنید و اینکه به نظرم خیلی بیشتر باید پشت سلبریتی های مردم باشیم تا بقیه خبرگزاری ها.